رفتن دایرکت اینستاگرام و یا قفل کردن پیام‌های اینستاگرام. در این ویدیو برای شما دوستان آموزش میدم چگونه دایرکت اینستاگرام خود را قفل کنیم و یا باز کنیم. این قابلیت برای دختر خانم‌ها خیلی خوب است. اگر شما دوستان پیج خصوصی دارید و کسی برای شما مزاحمت ایجاد میکند، شما میتونید دایرکت اینستاگرام خود را قفل کنید. اگر علاقه‌مند این ویدیو هستین تا آخر ویدیو را با ما همراه باشید. به نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. من عدوالله بستانی هستم و شما بیننده چینل ترفن پلی هستید. در این ویدیو میخوام برای شما آموزش دهم چگونه دایرکت اینستاگرام خود را قفل کنیم و یا باز کنیم. اگر برای شما کسی ایجاد مزاحمت میکند و یا مثلا پیج خصوصی دارین، شما میتونید دایرکت اینستاگرام خود را قفل کنید، یعنی کسی نتواند به شما پیام ارسال کند و یا ایجاد مزاحمت کند. هر آموزشی که شما از اینستاگرام، فیسبوک و دیگر اپلیکیشن ها میخواین در کانال موجود دارد، شما میتونید بیننده باشید. در ویدیو قبلی برای شما وصل کردن اکانت اینستاگرام و فیسبوک را میذارم. این ویدیو در قسمت دیسکریپشن و توضیحات ویدیو قرار میدهم، شما میتونید اون ویدیو را بیننده باشید. بیشتر از وقت شما را نمیگیرم دوستان، در قدم اول ویدیو را لایک کنید. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، در قسمت پایین ویدیو چینل ما را سابسکرایب کنید و آیکون زنگ را روی همه یعنی آل قرار دید تا به محض اینکه ویدیوهای جدید آپلود کنم اولین نفر باشید که ویدیو بعدی ما را هم بیننده باشید. اگر نظریات و یا پیشنهادی هم داشتید میتونید در قسمت کامنت بنویسید. طبق پیشنهادهای شما دوستان حتما ویدیوهای بعدی را هم آموزش میدهم. امید روی اسکرین موبایل برای شما آموزش دهم. خب دوستان، زحمت روی اسکرین موبایل خود برای شما آموزش دهم چگونه دایرکت اینستاگرام خود را قفل کنیم و یا باز کنیم. در قدم اول دوستان شما وارد اینستاگرام میشین. ما اینستاگرام خود را دوستان باز میکنم، بالای اینستاگرام خود کلیک میکنم دوستان. اینستاگرام خود را باز کردم دوستان. در قسمت بالای اکانت خود کلیک میکنم، بالای اکانت خود کلیک میکنم، بالای سه خط کلیک میکنید، بالای سه خط کلیک میکنم. در قسمت بالا این صفحه برای شما باز میکنه دوستان. اگر این صفحه برای شما باز نکنه، شما بالای سیتینگ و یا تنظیمات کلیک کنید. زمانی که بالای سیتینگ و یا تنظیمات کلیک میکنید، این صفحه برای شما باز میکنه. اگر اینستاگرام شما آپدیت نشده، این صفحه برای شما باز نمیکنه. تنظیمات شما بالای تنظیمات کلیک میکنید، این صفحه برای شما باز میکنه. اگر اینستاگرام شما آپدیت شده دوستان که مستقیم این صفحه برای شما باز میکنه. صفحه را اسکرول میکنیم با پایین. در اینجا پیام ها و پاسخ ها به دوستان را شما کلیک میکنید، بالای گزینه کلیک میکنم. در اینجا نحوی دسترسی افراد به شماست، یعنی افراد چگونه به شما دسترسی پیدا کند. بالای گزینه اول کلیک میکنم، این صفحه برای شما باز میکنه. گزینه اول است درخواست های پیام، یعنی برای شما فعال است. و گزینه دوم را شما انتخاب میکنید، بالای گزینه دوم کلیک میکنم دوستان و در اینجا برای رسانی تنظیمات را کلیک میکنم. برای فالوورهای پیج اینستاگرام شما قفل میشه، این دایرکت شما بسته میشه. از قسمت بک میشین دوستان. گزینه دوم دوستان دیگران است، شما بالای گزینه کلیک میکنید. این گزینه برای شما فعال است، یعنی غیر فالوور شما هم میتواند افرادی برای شما دایرکت ارسال کنند و یا پیام ارسال کنند. شما بالای گزینه دوم کلیک میکنید، این گزینه هم برای شما بسته میشه و یا قفل میشه. شما میتونید دایرکت اینستاگرام خود را قفل کنید و یا بسته کنید. تشکر دوستان از اینکه ویدیو با ما همراه بودید. اگر میخواید ویدیوهای قبلی را ببینید، لینک ویدیوها را در قسمت بالا قرار میدهم، شما میتونید اون ویدیوها را ببیننده باشید. اگر میخواید ویدیوهای بیشتر ببینید، حتما ویدیو را لایک کنید و چینل ما را هم سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی ما بی خبر نباشید. حتما زنگوله را فعال کنید دوستان که نوتیفیکیشن هم دریافت کنید. تا ویدیوهای دیگر شما را به خداوند پاک میسپارم. خدا نگهدار.